به پارت بعدی بازی ووچنگ فالن فدر خیلی خوش اومدید دوستان. داخل این پارت میخوایم بریم ادامه مراحل، ببینیم قرار چه اتفاقاتی بیفته. نمیدونم چرا، ولی یه حسی بهم میگه که قرار فایت های بعدی بازی بیشتر دهنمون سرویس بکنه. برو بریم. ما نیومدیم اینجا که وسط بازی رو رها بکنیم، اومدیم اینجا که بازی رو در کنار همدیگه تمام بکنیم و ببینیم ته این بازی چه شکلیه، چجوری تموم میشه، آخرش چقدر قرار قوی بشه و چه اتفاقاتی بیفته. خب ادامه بازی از این وره که من اون سری نرفتم و اینجاست ادامه بازی. برو بریم. چه باحال. دوراییه. خب این ور که آتیش 100 از این وره، یه دونه از اینا اینجا داریم. اکی من یه دونه تیر سمیرمون رو هدر دادم. این تیر عادی ها ببریم. برو بریم. هیچکی اینجا نیست. عجیب میزنم چی. از این قدرت هم باید استفاده کنم. میدونم اینجا که باید سویچ بکنیم، ولی وای قراره دهنمون اینجا سرویس چی هست. برای کدوم درخت ها سیف داریم اینجا؟ به به. وای سیف تقلبی بودین. به کجا داریم میریم خدای من؟ سیف تقلبی بازی. یا جلو ببینم. سیف. وای آجی گولمون زد. آقا این نامردیه. این نامردیه آقا، ولش کن اینو. یه دونه جون بزن. این نامردیه داره میکنه تو پاچمون این بازی. تو داشت همه جوره دیگه داریم ما رو داری اذیت میکنی تو. وای وای این چیه؟ گرگینه اومد. وای ریدم. اون یکی چیه؟ یا خدای من. تموم شد. بابا این یکی چی؟ تا چی میگی اینجا؟ الان شد سیف. خدایا بازی تو دستی داره بهمون میزنه. اوکی سیف شد دیگه. ای جان. دو راهی بازی ها دوباره شروع شد. از اینا. خدا من اینا رو چجوری بکشم؟ من اون قدرتی. وای حتما فکر کنم برای کشتن اینا باید از اون قدرته باید استفاده بکنیم. اینجوری نمیمیرن. یعنی میمیره ولی خب تا بمیره دهنمونو سرویس میکنن. خب این ور که هست. این ور چیه؟ دوراهی زیبا. این قبر مبرو چیه؟ وای زامبی بازی شد. اینم هیچی نمیگه. وای خدا. تمام تومام. این پایینم که هیچی نیست، فقط اینجا تا اینجا سر کاری ما رو آورد. یه آیتمی، یه کشکی، یه. خب ببینیم. حاجی این قدرت رو نگاه کن. این 5 تاییه. 5 تا آیتم باید بدم بره. خب بذار من جای اینو بیارم، جای این آخری هم اینو بدیم دیگه. 5 تا باید بدم تا بتونم از اون استفاده کنم. اینم خب واسه درختا گفته بود از اینا استفاده. ما اینجا اومدیم. اینم یه راه دیگه است. واو چه پیچ تو پیچیه. چه راه تو راهیه. حل. بمیر. خب اینجا که همه مردن. 2 نفرم اینجاست.
یه دونم جون. اوه 5 تام تیر بنفش گرفتیم. قطعا یه فایتی هست که با این تیرای بنفش باید بزنیم خلاصش کنیم. یه چک پوینت هم اینجاست. اوه یه حویلامون پایینه. حالا تو ادیت تلاش میکنم روش زوم بکنم. اینجاست این پایین. خب وای چه مسیرایی. به به. اینو فعلا بذار سیو بزنیم اینجا. سیو شد دیگه. خیلی عالی. اینم اهرم داریم که دیگه زحمت نکشیم بریم پایین. ما رو یهو ببره واسه پایین. آیتم. یه قولم بالا داریم. بریم که سرویسش کنیم. آدمی مادمی چیزی اینجا نیست. خب تموم شد. ما که آیتم نداشتیم. حس بدی دارم نسبت به اینجا. یه چیزایی میگه ولی ما بدون اینکه راهنمای بازی رو بخونیم ادامه میدیم. وای اینجا از اون کوزه‌ای ها هست. 100 اینجا از اون کوزه‌ای هست. دیدی گفتم 100. مگه میشه اینجا اصلا کوزه‌ای نباشه؟ اصلا اینا ساخته شدن برای رو مخ من. خدا. وای وای خستم نمیشن اینا. بمیر آشغال. آشغال. آشغال کثافت. انقدر بدم این موجودای کثیف میاد. نمیمیرنم. عالی. اینجا دیگه هیچی نیست. عالی شد. پس چرا این بالا اینجا سیف گذاشته بود؟ اینجا خب هیچی نداشت. همون یه دونه سیف کافی بود. همه رو میتونستیم اینجا خیلی راحت بکشیم. خب ببینیم پایین چه خبره. قبلش بذار برم بازی رو سیو بکنیم که انرژیمون پر بشه. آیتمایی که داریم قشنگ پر بشه. خیلی هم عالی. 3 تا شربتمون رو گرفتیم. قوله دوباره زنده شد. بله خب فعلا که به کارمون دیگه نمیاد. اون ور چیزی نداشت. برو بریم پایین. فایت داریم. چه فایتی اینجا؟ چه انمی های خفنی. نرسیدیم؟ وای اومدیم تو چاه. خب 2 نفر اینجا هن. وای 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 الان خودمون میایم. وای دوباره خودمون اومدیم. وای خدای من. اوه داره کمکمون میکنه. داره اونا رو میزنه. قطعا بعد از اینکه اونا رو بزنه بعدیش ماییم. میاد سراغ ما. شک نکنید بعدیش ماییم. بذار حالا برامون این دوتا رو بزنه بکشه دیگه. آه دیدی گفتم اصلا کرم داره این موجود. بابا ولم کن. وای وای خیلی قویان اینا. وای 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 وای. عالیه. عالیه این بازی.
1500 تا توکنمون برگشت. این درخت رو هم میتونیم بزنیم. این باید اینجا رو رد کنیم تا این کرکتر خودمون رو نکشیم. نمیتونیم اینجا رد شیم. وای وای وای، من چه غلطی کردم. نه من تو دوستیم. بابا جون نزن. اون درخت کارت داره، برو بزنش. آها فکر کردی با تو میخوام دوست شم؟ آره تمام. یه دونه دیگه بهمون بی بولد بهمون داد، ولی خب هیچ ایده‌ای ندارم کجا باید از این استفاده کنم. 2 تا دارم دیگه. اینا 2 تا اینا دارم. هیچ کدوم نمیتونم استفاده کنم. منطقیه. همین. اوکی. فقط باید تلاش کنیم نمیریم. خب اینجا کسی هست؟ وای این کیه؟ اوه از این گاوا باید بیاریمشون سمت خودمون، یکی بگیم بکشیم. بنازم. خیلی راحت میمیرم، ولی خب دونه دونه باید بزنیمشون. یکی هم اینجاست. تو خونه بریم آسیب میبینیم، دمیج میشیم. آره تو خونه نمیتونیم بریم. بیا دیگه. خب چرا نمیای تو؟ آها بیا. تمام. عالیه. خوبه. یکی هم تو خونه. خب نتونیم بریم. من برم چجوری برم اینا رو بردارم؟ وای تو چی میگی پیرزن مهربون مزرعه داره تو مزرعه‌اش. وای دمیج شدیم. بذار یه دونه این گلا من بزنم. یه دونه از خیلی هم عالی. زیاد دمیج نمیکنه. من فکر میکنم خیلی بیشتر توش بمونیم دمیج میکنه. خب یه راه که مستقیمه، که مستقیم میخورد به این فایتره. اینا نها کن، این فایتره اینجاست که ما وای اینطور ندیدم. فکر کنم داریم به آخر بازی داریم نزدیک میشیم. با فایتر ما کاری نداریم فعلا. این فکر کنم تنها راهمون سمت همون فایتره باشه. اینجا که بسته است. خب وای بعد از این ور بریم. من همه فایترها رو دارم فرار میکنم. اوکی اینم میشه. وای بابا خدا لعنتتون کنه. فرار کن. نمیاد. چه پرتابی داره. لعنت بهت. بذار ببینم چجوری باید اونو بکشیم. خب یه دونم گل میخوام. این زهرا تا یه پاد زهر نزنیم نمیره. برو بریم. وای به ترکی میزنیم دوباره هست. نمیدونم. آیتم یه چیزی بهم بده. هیچی بهمون نداد. اینجا هم خب کسی نیست. اینجا هم امنه. این درخت هم که امنه. الان این 5 تا تیری که داریم فکر کنم مخصوص این درخت و اینجور چیزا باشه. مثلا جای این دسته من این 10 تا تیر رو بیارم. الان مثلا این تیرا چیکار میکنه؟ بس یکی اونجاست. خب قفل کن روش. این که چاقو عادیه، اینم چاقو حرفه‌ای است. همون زهر رو ما هم میتونیم به اینا منتقل کنیم. وای از این درخته حاجی. میدونم این سناریو این بازی چجوریه. الان نگاه کن این درخت. بابا خر یه لحظه نزن.
الان این درخت اینجوری که اگه بریم اونجا میزنه و ما میافتیم داخل آتیش. فکر کردیم ما نمیدونیم. هاها داداش آماده اومدم برای این بازی. بابا با تو کاری ندارم درخت. اوی بابا بیا اینور. وای وای پشتی منو کشت. تمام. خب دیگه درخت. یکی دیگه هم اینا اینجا داریم. تمام. وای 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 اسب بابا اسب واقعا. میذاری جون بزنم اسبی؟ اسب مهربون. واو هرچی از اسب اهریمنی چیز خیلی اصلا دمیج نمیخوره. فایتی اینم برای خودش. فقط خدا کنه بعد از سیف برن اینا بمونن دهنمون دیگه سرویسه. بزن. تمام. چه اسب خوشگلیه. به به عالی. بذاریم احتمال وردیم ببینیم چی بهمون میده. الان بازی چرا من همش دستم میخوره رو شماره 4؟ این چاقومون میره. خب این که میره بالا. بریم بالا. فعلا بذاریم یه دونه اینجا درخت بکنم اون درخت هم بکشیم. این فکر کردی من از آیتم این بازی میگذرم؟ من اون آیتمی که اون پایینه رو میخوام. وای نفسم پرشه. حاجی با اون کاری نداری تو؟ چه درخت خوبیه. عالی. این پایین نمیشه بری؟ او یه نفر اینجاست از این فایترهای اصلی اینجا که آتیشه. قطعا از این بالا بریم به اون میخوریم. اوکی ما آمادیم برای هر چیزی. 4000 تا بیشتر توکن ندارم خدای من. بشه 5000 برگردم من. وای وای از همین درخته سویچ کن روی اینا. اصلا میگم اینا رو دیگه نکشیم بریم. میدونی چی میگم؟ آها اینا اینجوری میسوزه. بابا وای وای من زمین اصلا ندیدم. وای وای هیچی بهمون نداد. اوکی منطقی بود چیزی هم ازش نمیخواستیم. 4600 تا دارم فکر کنم قرار همش بپره. وای الان این درخت رو با این چاقو نمیشه بکشی؟ نه این چیه؟ پول. بذارم درست دارم میبینم. این کیه؟ دوستمونه؟ دوستیم؟ آشناست؟ خاله ها؟ خدای من خاله چیه؟ یه قدرت جدید دیگه گرفتیم. این که خیلی خوبه. این اصلا به درد نمیخوره بجاش بزنیم. این یه دونه اینم یه پوینتیه. نمیدونم چیه اصلا هیچ ایده ای ندارم. قدرتاش خیلی داره عجیب غریب میشه. اوکی با این قدرت من خیلی راحت ترم فعلا دستم. اوکی یه جون میدادی جونی یه چیزی بذار باهات حرف بزنم. خب